سلام، من یاسمن هستم از استودیوهای استیلی. سلام، من ارسلانم. خوش اومدین به ویدیوی دیلی سولوشن دیگه. تو این ویدیو ما قرار راجع به مهارت لیسنینگ صحبت بکنیم. مشکل بچه‌ها رو بررسی کنیم و راجعشون راهکار بدیم. بله، اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بحث مهارت لیسنینگ همیشه برای زبان آموزا چالش بوده. مثلا سر کلاسا بوده لیسنینگ پخش کردم، بچه‌ها گفتن که خیلی تون حرف میزنه، عقب موندیم. بعد مجبور شدم مثلا لیسنینگ رو مثلا 2-3 بار برای بچه‌ها حداقل بذارم تا مثلا متوجه بشن چی بوده چی نبوده. فکر کنم سر کلاسا تا به این مشکل خودتون برخوردی، نه؟ دقیقاً تو اکثر کلاس‌ها پیش میاد که بچه‌ها سرعتشون و سرعت درک مطلبشون پایین‌تر از سرعت لیسنینگه و همیشه یا جا میمونن یا وسطای لیسنینگ میشه از اول پخش کنیم. خب به نظرت چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی چه راهکاری میتونیم به بچه‌ها پیشنهاد بدیم؟ به نظر من اولین راهکار خیلی خوبی که برای بچه‌ها میتونه داشته باشه بحث وکب. هر چقدر بچه‌ها دایره لغاتشون بالاتر باشه و با پرونانسیشن اون لغت‌ها بیشتر آشنا بشن، لیسنینگشون خیلی قویه. دیگه چی به نظرت؟ دقیقاً. پرونانسیشن خیلی مهمه. بچه‌ها پرونانسیشن فارسی رو سعی میکنن که توی اسپیکینگشون استفاده کنن و همون رو انتظار دارن که بشنون، در حالی که این درست نیست. دقیقاً. پرونانسیشن دقیقش رو بشنون. و یه سولوشنی که میتونیم بهشون بدیم اینه که بیان ترانسکرایب کنن. درسته؟ آره، ترانسکرایب رو توضیح بدی برای بچه‌ها. بعد ترانسکرایب بچه‌ها میشه اینجوری که شما مثلا لیسنینگ رو گوش میدین، هر چی که میشنوین رو سعی میکنین بنویسین. خب 2 بار 3 بار لیسنینگ گوش میدین، همه رو مینویسین. بعد حتما لیسنینگ رو انتخاب بکنین که یک به لولتون بخوره، خیلی مهمه این. 2 این که ترانسکرایب داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون متنی که گوش دادین رو داشته باشه که بعد از این که گوش دادین با اون متن چک بکنین. دقیقاً. میتونن که از چند تا خودکار مختلف هم استفاده کنن. مثلا دفعه اول که گوش میدن با خودکار آبی بنویسن و اون جاهایی که ازش عقب موندن رو خالی بذارن و دفعه دوم که گوش میدن با یه خودکار رنگ دیگه بنویسن که اینطوری متوجه شن با هر بار گوش دادن چه درصدی از اون مطالب رو متوجه میشن. این کار خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، نه تنها توی بحث خود اینکه لیسنینگ رو متوجه شدن یا نه، به خصوص توی تستا بهش میگن ترابل شوتینگ. میایین گوش میدین، میایین مثلا شما یه کلمه رو نوشتین، میگین این کلمه خب مثلا اینجوری اشتباه نوشته بودم، برید پیدا کنید چرا اشتباه نوشتین، پرونانسیشنش اشتباه مثلا متوجه شدین، با کلمه آشنا نبودین، گرامرش بوده، پارت. دقیقاً اینطوری نه تنها به لیسنینگ کمک میکنه بلکه به دانشای دیگه هم که آدم داره به اونام خیلی کمک میکنه. بحث پارتس اف اسپیچ، بحث گرامر، دایره لغات خیلی تاثیر داره. مرسی. خب من یه سری سایت هم برای بچه‌ها آوردم که میتونن از اینا استفاده بکنن. به عنوان مثال Talk English، eslvideo.com، Player FM، Lyric Training، English Central، Speech Yard و حتی BBC 6 Minutes پادکست که خب حتما باهاش آشنایی دارن. BBC 6 Minutes خیلی خوبه. تو تلگرام هستش، بچه‌ها اسکریپتشو میبینن، فوق‌العاده است. به غیر از این یک چیز دیگه هم برای بچه‌ها مهمه اینه که لیسنینگ که گوش میدن حتما لول خودشون باشه. مثلا زبان آموز اگه الیمنتری لول الیمنتری بره، با همین یک کتابای جنرال خیلی میتونن بهشون کمک بکنن. مثلا کتاب هدوی، کتاب سولوشنز، کتاب امریکن انگلیش فور اسپیک ناو، اینا کتاباییه که خب کلی لیسنینگ داره. بعد ترانسکریپت همشون هم هستش، قشنگ میتونن گوش بدن، به صورت تست هم میتونن ببینن که بحث اگه یک هدف آزمونی دارن دنبال میکنن مثلا آزمون آیلتس، تست دادنش هم قوی بشه. برای بچه‌ای که باز مثلا لول بالاترن، کتابای Ready for FCE و Ready for CAE، این کتابایی که میتونه خیلی بهشون کمک بکنه، کتابای فوق العاده ای ان. جدیدن نسخه 4مشون هم اومده بیرون که محشرن دیگه. بعد به غیر از اون اگر یکم بحث مثلا فان هم بخوام داشته باشن، یک توی اسپاتیفای خیلی چیز جالبی بچه‌ها میتونن پیدا کنن. یک پادکستی بود من پیدا کردم، Thinking in English. اینقدر جالب بود، راجع به موضوع مختلف میاد، مثلا طرف صحبت میکنه، اول تمام وکبش رو میگه، بعد شروع میکنه صحبت کردن مثلا راجع به قوانین آمریکا، قوانین چطوری آمریکا مثلا هدایت میشه، چطوری رهبری میشه. خب اینا خیلی عالیه. بیا میتونیم حتی یه اپیزود درست کنیم که بیایم فقط بهتون سورس معرفی کنیم، چون سورس های خیلی زیادی داریم و حالا تایممون هم الان محدوده. و نکته آخر این که به نظرت بچه‌ها دیگه روی چه مهارت‌هایی باید
تمرکز داشته باشن که با اون بتونن مهارت شنیداریشون رو تقویت کنن. دیگه غیر از وکب هستش، گرامر هستش، بحث آشنا بودن با لهجه‌های مختلف، اکسنت‌های مختلف که چه کلماتی تو هر لهجه چجوری گفته میشه. مثلا نمونه کوچیکش بحث لاری و تراک مثلا تو بریتیش امریکن فرق می‌کنه، نمیدونم کلازت واردروب. اینا چیزایی که خیلی باید بهش دقت بکنن تا مهارت لیسنینگشون بهتر بشه. درسته. مرسی، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و شما رو توی ویدیوهای بعدی می‌بینیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. می‌بینیمتون. بای.